بعضی وقتا زندگی از جایی ضربه میزنه که اصلا انتظارشو نداری. نه با صدای بلند، بلکه آروم، یواش، طوری که اولش حتی نفهمی چی شد. فقط یهو میبینی همه چیز عوض شده. آدمایی که فکر میکردی همیشه هستن دیگه نیستن. راههایی که فکر میکردی بازن بسته شدن. و خودت وسط یه سکوت سنگین داری به این فکر میکنی که از اینجا به بعد چی؟ میدونی سخت‌ترین بخش شکست خود افتادن نیست. سخت‌ترین بخشش اون لحظه‌ایه که هنوز روی زمین نشستی و داری نگاه میکنی ببینی کی میاد بلندت کنه، ولی هیچ کس نمیاد. نه چون تو مهم نیستی، بلکه چون دنیا معمولا همون لحظه‌ای که باید قوی بشی اونجاست که میفهمی بعضی زخم‌ها رو هیچ کس جز خودت نمیتونه ببنده. بعضی نبردها رو هیچ کس جز خودت نمیتونه ببره. و آدم دقیقاً از همینجا ساخته میشه. از لحظه‌ای که میتونه بهونه بیاره ولی انتخاب میکنه ادامه بده. از لحظه‌ای که میتونه بگه دیگه بس، ولی زیر لبش میگه نه، هنوز نه. اگه الان حالت خوب نیست، اگه حس میکنی از بقیه عقب افتادی، اگه هر روز داری با اضطراب، خستگی، شکست و ترس بیدار میشی، بذار یه چیزی رو بهت بگم. تو تنها نیستی. واقعا نیستی. تقریبا همه آدمایی که امروز قوی به نظر میرسن یه زمانی دقیقا همون جایی بودن که تو الان هستی. فقط تفاوتشون این بود که به جای اینکه برای همیشه اونجا بمونن با ترسشون راه افتادن. قوی بودن یعنی نترسیدن. اشتباه. قوی بودن یعنی با وجود ترس، با وجود خستگی، با وجود هزار دلیل برای تسلیم شدن بازم یه قدم بردار. فقط یه قدم، نه 100، نه یه شب، فقط یه قدم، بعد یه قدم دیگه. این همون چیزیه که آدم‌های معمولی رو تبدیل میکنه به آدم‌هایی که تاریخ ازشون یاد میکنه. نه شانس، نه معجزه، فقط ادامه دادن. یادت باشه دنیا به کسی جایزه نمیده که فقط آرزو کرده. دنیا به کسی پاسخ میده که وقتی هیچ کس باورش نداشت خودش رو باور کرد. همه ما یه روزی میرسیم به یه نقطه‌ای که باید انتخاب کنیم، یا درد رو تحمل کنیم یا حسرت رو. و حسرت از هر دردی سنگین تره، چون درد تموم میشه، اما حسرت بعضی وقتا تا آخر عمر میمونه. برای همینه اگه قرار زمین بخوری، زمین بخور، روی چیزی که برات مهمه، نه روی ترس از قضاوت بقیه، نه روی حرفایی که قراره بشنوی، نه روی تصویری که دیگران ازت ساختن. بلند شو برای خودت، برای اون نسخه ای از خودت که هنوز زنده است، هنوز امید داره، هنوز میخواد بجنگه. همون نسخه ای که شبا بیداره و به سقف نگاه میکنه، با خودش میگه من بیشتر از اینم. بعضی روزا قرار نیست حس قهرمان بودن داشته باشی. بعضی روزا فقط باید زنده بمونی، نفس بکشی. چون مسیر ساختن از روزهای بزرگ شروع نمیشه، از روزهای کوچیک شروع میشه.
همون روزهایی که هیچ کس تشویقت نمیکنه، از همون روزهایی که خودت باید خودتو هول بدی بری جلو. باور کن همین روزاست که آینده رو میسازن، ولی هیچ کس یه شب تبدیل به آدمی که امروز میبینی نشده. پشت هر چهره موفقی سالها ناامیدی، ترس، حسرت. پس اگه الان نتیجه نمیگیری، اگه هنوز اون چیزی که میخوای نشدی، یعنی دیر نشده، یعنی هنوز داستان تموم نشده. شاید فصل سخت داستانته، اما فصل آخر نیست. وقتی همه فکر کردن تموم شد، تو تازه شروع کن. وقتی همه رفتن، تو بمون. وقتی همه گفتن نمیتونی، تو کارتو بکن. نه برای این که به همه ثابت کنی، برای این که به خودت ثابت کنی که از اون چیزی که فکر میکردی قوی تری. یادت نره آدمایی که دنیا رو عوض میکنن همونایی هن که یک روز هیچ کس بهشون امید نداشت جز خودشون. پس اگه الان روی تاریکی، اگه راه رو نمیبینی، اگه خسته‌ای، یه نفس عمیق بکش، چون شاید این همون نقطه‌ای باشه که بقیه تسلیم میشن، ولی تو شروع میکنی.